یو چطورین بچه‌ها؟ شبتون بخیر. خیلی خوش اومدین به یه ویدیو جدید. البته متفاوت تر از بقیه ویدیوهام تو چنل مولتیه. خیلی بمبه. ویدیو امشب واقعا خفن، از دستش ندین، مخصوص مولتی پلیرای. یه اتچمنت آوردم، خب نیا کن، رو دستش نیست، آرگوسته. خب شاتگان ندیدی، این رنج و وانتب برات بزنه. اومدم یه توضیح مختصری بدم، کوتاه باشه، بعد دیگه مابقی ویدیو رو میذارم خودتون نگاه کنین. یه توضیح میخواستم در مورد اتچمنت بدم و یه کامنتی حمایتی برام، یه حمایتی منم بکنین، چنلم بیاین یه نگاهی بزنین. حالا ویدیو میذارم هر شب اگه بتونم، ویدیو میذارم، لایو هم میذارم. اگر خوشتون اومد از این ویدیو یه لایک و کامنتی برای ویدیو بذار. نکته اول اینه که این اتچمنت نقطه میزنه. خب کلا رنج و نقطه میزنه، هر صورت رو بزنی نقطه میزنه. بعد تو نگاه مثلا اینجا میستاد، خب باید نقطه بزنی. یعنی نظر من اول یه راهنمایی بخوام کنم، دکتر تنظیمات بالا صفحه راست گذاشتم براتون. خب اونو اگر بتونیم وسط صفحه خیلی دقیق بچینیم، فکر کنم براتون بهتر باشه، یعنی به کارتون باشه. اینجوری که سخت‌تر این رد داده نقطه است، کلا رد داده باشه. خب اتچمنت آخر ویدیو حتما براتون میذارم. و اینکه منم یه توضیحاتی بدم. اینجا رو رنج رو ببین، یا فقط باید نکته که می‌خواستم، اول اینکه باید ریجستر تیرت خوب باشه. دومی که یعنی پینگ خراب نیاد تو بازی. خب بازی طبیعتاً عقب میفته. و اینکه باید دقیق بزنی. میفهمی چی میگم؟ دقیق نزنی دمیج میده. و ته شاتایی که بخوای بزنی، دو شات انمی بخواد. اینجا رو نگاه کن. نه اینجا نیستش، فکر نکنم. نه اینجا نیستش. فکر کنم آخرشه. اینجا یه نفر فکر کنم میزنم، آخرش باشه. نگاه کن، دو شات میشه فکر کنم، نمیدونم. و اینکه باید دقیق بزنی. خب یعنی اون نقطه باید دقیق بیفته روی انمی. یعنی کنار اینجا فکر کنم اینجا نگاه کن. اینجا من دقیق نمیزنم. تا اگه بخوای فریم به فریم اینجا کاهش بدی، اینجا یعنی سرعتش بیاره پایین، دقیق نزن. ولی دو شات هست. و اینکه یه گیم پلی هم هست. این همین گیم پلی، اکثر جاهاشو براتون کات زدم. حالا میگم که مولتی من بازی نمیکنم، خیلی وقت مولتی پلی ندادم. یک سر پای بتلم، یه خودتون میبینین دیگه، یه لایو بیاین میبینین من یک سر پا بتلم. مولتی خیلی وقت، 2 سیزن من پلی ندادم. رنجو ببین، خدا وکیلی رنجو ببین. الان اسنایپ میزنی بعضی وقتا اینو هیچ دمیج. و اینکه اینجا مثلا اینجا دقیق نزدم. خب ولی دو شات هست، هزینی آقا، دو شات هست. رنج بعضی رنجا رو برات میاد وان تاب میکنه. خب بارگو پرات اول ویدیو گذاشتم برات وان تاب میکنه، خدا سر شده. نمیدونم این اتچه رو من توی اینستا یارو اروپایی بود، حقیقت بچه‌ها ایرانی نبودن، بچه‌ها خودمون نبودن. خیلی وقت این شات رو داشتم، بعد منم مولتی بازی نمیکردم. یه دفعه شد دیگه، میگم یه دفعه این ویدیو شد به سرم خورد براتون بذارم. گفتم من که مولتی کم پلی میدم، لااقل بعضی شات شما باشین مولتی پلیر باشین، به کارتون میاد. واقعا اتچش نمره بخوام بدم 10 بهش میدم. یه اتچ خیلی خوبیه. یعنی نیا کن جوری بازی تمام بشه، خب 2-3 نفر فقط میرن اتچشو کپی میکنن از رو تو. خیلی خوبه. فقط میگم بعدیش اینه که این آرگوس که دیگه میدونیم بعدیش چیه، فست زدن باش واقعا سخته. یعنی دمیج میده، اکثر مواقع دمیج. اینم گیم پلی براتون برش دادم. حالا بعد اینجا رو اون تیم میگیره از ما، بعد اون را کات میزنم، بازی رو آخر وین میکنم، ام وی پی هم خودم میشم. مچ آخرش هم که کیل نمیگیرم، سه تا آخرش هم که کیل نمیگیرم، اونجا رو دیگه برش زدم. یه حالت هایلایتر هم آخر براتون گذاشتم. اینم اتچمنت، این توضیحاتی که من تونستم بدم. یعنی خودم یه جای شده بود مثلا نگاه اینجا یک سره میسینم، سنس هم ندارم، آدمم اوکی نیست. آدمم اوکی نیست دیگه. باید خودتون سنس باید بچینین. سنستون اوکی باشه، باور کن این اتچمنت نصفتون ریپورتتون رو میده. وقتی یارو مثلا نوشتگی باشه فکر می‌کنی چی زدی، خیلی بد میزنه اتچمنت. و اینکه خودم هم میگم بعضی جا شده بود تو بازی میرفتم میزدم انمی میزدم دمیج میشد، واقعا دمیج میشد. خب
بعد میرفتم ریکورد بودم، بعد میرفتم فریم به فریم میومدم این نگاه میکردم اون قسمتی که شات ول میدادم بین نمیگم مثلا اینجا میس میدم. خب قبول دارم میس دارم اینجا نگاه کن دقیق نزدم پشتش یکم به پشتش خب مابقی خورد به دیوار فریم به فریم کنیم یعنی دقیق نمیزنم خب بعد دمیج میشه ولی دو شات 100% تضمینیه. اینو من به شما تضمینه اگه دو شات نکردیم من اینجا بیان کامنت هیت برام بذارین هستن خب بازم پیشرفت میکنم بازم همینقدر میدونم یه نفر دو نفر اومدن ویدیو رو نگاه کردن و اینکه نمیخوام ویدیو الکی من توی چنل آپلود کنم. اکثر اتچایی که گذاشتم همیشه اکثرا کامنت گذاشتن خیلی خوبه و آره اینجا رو نگاه کن اینجا خط اینجا میدونستن اینجا پیک میده نگاه کن بعدشو ببین تو فقط بعدشو ببین داده میس دادم یا پیغمبر آجی این اتچمنت آخر ویدیو براتون گذاشتم حتما آخر ویدیو زحمتت یه حمایت از کانال منم بکن یه لایک و یه کامنت برام بذار کامنت انگلیسی بذاری که بازم دستبوس تک تکتون هستم دیگه حرفی نمون همه چی کنم 6 دقیقه دارم صحبت میکنم مابقی میذارم خودتون ببینین و اگه اتچمنت دیگه خواستین سعی میکنم داخل کامنت ها برام بذارین اگه خواستین براتون بذارم یه USS9 اشتباه نکنم SMG یه جا گذاشتم براتون یکی دو روزه یه 4 کیل ایس هم زیاد زدم این 2-3 روزه ولی نذاشتم ریکورداشو یعنی پاک کردم یه USS هم دارم اتچش حالا اگه خواستین براتون یه ویدیو از USS هم براتون بذارم USS9 حالا اشتباه نگم خوب بچه‌ها مولتی خودشون بذارن دیگه همینقدر امیدوارم به کارتون اتچ بیاد تا ویدیوی بعدی شما رو خدای بالا سر میسپارم دمتون گرم Bomb acquired. UAV recon standing by. Repeat, UAV recon is standing by. Targets in sight. Go down. Changing neck, cover me! UAV recon ready for deployment. Tango down! Tango down!